دختر جوان برایش خواستگار آمد. بعد از صحبت‌ها پدر و مادر دختر راضی شدند که دخترشان را به آنها بدهند. اما جوان دختر به این کار راضی نبود. وی تماما نمیخواست ازدواج کند. پدر و مادرش هر چقدر کوشش کردند که دخترشان را به این ازدواج راضی کنند، ولی او سرکشی میکرد. پدر و مادر مجبور شدند که به آن خواستگارها جواب رد بدهند. بعد از این چند ماه گذشت. در این مدت چندین خواستگار دیگر برای آن دختر آمد، ولی هر دفعه جوان دختر سرکشی میکرد. او از چیز ترسیده بود و هرگاه که خواستگار می آمد رنگ از رویش می پرید. به هیچ کس حتی به مادرش هم درد دل نمی کرد. سبب ازدواج نکردنش را به کسی نمی گفت، بلکه همیشه بهانه می آورد و چنین می گفت: من هنوز خیلی یاش هستم، به ازدواج کردن هنوز آمادگی ندارم، نازکی های زندگی را نمی دانم، به من چند سال فرصت دهید، این قدر زود مرا از خانه پدر و مادرم دور نکنید. ولی پدر و مادر می دانستند که این سخنها همه اش بهانه های دروغین است. پدر و مادر با یکدیگر مصلحت کردند و تصمیم گرفتند که هرگاه دفعه بعد خواستگار آمد، به این که از دخترشان چیزی بپرسند و به این که رضایتش را به دست بیارند، او را به شوهر بدهند. بعد از چند مدت خواستگاران نو به خانه آنها آمدند. این خواستگارها برای پدر و مادر دختر خیلی هم معقول شدند. پدر و مادر به ازدواج دخترشان با پسر آنها راضی گشتند. وقت جوان دختر فهمید که او را به شوهر داده اند، به گریه کردن و داد و فریاد زدن در آمد، ولی با خشم و غضب پدر و مادرش روبرو شد. وی دید که دیگر چاره ندارد و بهانه های دروغینش هیچ فایده نمی کند. بالاخره روز و ساعت ازدواج فرا رسید و جشن عروسی سپری گردید. داماد عروس را به خانه خود برد. شب اول ازدواج بود، اما عروس خودش را از داماد دور می کشید. به او اجازه نمی داد نزدیکش شود. شب اول با ناکامی گذشت، اما شب دوم و سوم هم مثل شب اول سپری گشت. در این 3 شب گذشته عروس به مثل دیوانه ها و جن زده ها رفتار کرد. داماد از این ماجرا هم سخت ناراحت شد و هم بسیار ترسید. خانواده داماد همه گمان کردند که عروس آنها یک دختر جن زده است. داماد و خانواده او تصمیم گرفتند که عروس جن زده را به خانه اش ببرند و به پدر و مادرش بسپارند. ولی پدر بزرگ داماد که شخص حکیم بود به این کار راضی نشد. پیرمرد به آنها گفت: هر مشکل راهی حل دارد، هر درد شفای دارد. جدا شدن و طلاق دادن این آخرین راه حل است. بگذارید اول راه حل های دیگر را دیده برایم. اگر فایده نکرد بعد می توانیم آنها را از هم جدا کنیم. یک نفر پرسید: شما چی پیشنهاد می دهید؟ پیرمرد گفت: اگر در حقیقت جن و اجینه وجود این عروس را فرا گرفته باشد، روید ملای محله را به خانه دعوت کنید. وی می تواند جن و اجینه را از بدن انسان خارج سازد. ملای محله به خانه آنها آمد و به نزد عروس وارد شد. ملا از عروس چند تا سوال پرسید و با او کمی صحبت کرد. ملا فهمید که عروس را یگان خیل جن و اجینه نزده است، بلکه مسئله چیزی دیگر است که عروس آن را پنهان می کند. ملا رو به دیگران کرد و گفت: یکی از بزرگترین جنها در بدن این عروس جا گرفته است. برای بیرون کردن آن من باید با این عروس در یک حجره تنها باشم. به من چند لحظه فرصت دهید. همه از حجره عروس بیرون آمدند. ملا با عروس تنها ماند. ملا به عروس گفت:
من میدانم که تو یک دختر سالم هستی. یگان خیل جن و عجینه تو را نزده است، ولی باید به من راستش را بگویی که مسئله چیست؟ چی مشکلی داری؟ عروس کمی خاموش ماند، ولی بعد از چند لحظه با صدای غم‌انگیز گفت: من بکارتم را از دست داده ام. من نادختر می باشم. ملا وقت این سخن را شنید تصدیق کرد و گفت: بله، من هم همین احتمال را می دادم. سپس ملا از حجره عروس بیرون آمد و به داماد و خانواده او گفت: این عروس را جن زده است. جنی که در بدن عروس قرار دارد به آسانی از بدنش خارج نمی شود، بلکه هنگام خارج شدن حتما ضرر و زیانش را به جسم عروس می رساند. اگر از چشمش خارج شود عروس نابینا می گردد. اگر از دهانش خارج شود عروس گنگ و لال می گردد. اگر از گوشش خارج شود کر می گردد. و اگر از شرمگاهش خارج شود عروس بکارتش را از دست می دهد، یعنی نادختر می گردد. خانواده ای داماد با شنیدن این سخنان به حیرت آمدند. آنها با هم مصلحت کردند و به این خلاصه آمدند که جن از شرمگاه عروس خارج گردد تا اینکه دیگر اعضای بدنش سالم بماند. ملا نیز با خواندن دعاها جن خیالی را از بدن عروس خارج می سازد. بعد از این حادثه عروس و داماد به زندگی معمولی خود بر می گردند.